شما شماره برو. یلی؟ شماره 96. جایی نری؟ بیا مامانی. دیگه قربان. الان گفت چی گفتی که من زن اینجا زن ندارم اصلا. اینجا خانم من پاکستانه. خب اینجا هست یک چند تا زن خوب. نه من اصلا توبه استغفرالله. نه من دوست ندارم. حلال سیگار خوردن. نه من سیگار نه اصلا جان اصلا. و یک تا خانم دارم خوب است. شما پاکستان رفتی؟ آمدی؟ کجا؟ لاهور. چند سال پیش؟ 20 سال پیش. 20 سال پیش؟ اوه تو بازار مسکرا. اوه این بستنی خوبه. این زعفرانی بستنی ما گزم داری. الان کجا میرین؟ حمام نزدیک است. الان همین مسافرخانه تو کجا مسافرخانه؟ من مسافرخانه دور دارم اینجا نیست. فلک حیاب. همونجا میشه بریم همون؟ نه خیلی دوره. اینجا شما گفتین حمام است. کوچه کربلا. کوچه کربلا مشکل نیست. रोज एक न एक को पकड़ता हूँ, उसको खर्चा वगैरह देता हूँ, खाना खिलाता हूँ या ड्राई फ्रूट या कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह खिलाता हूँ। आज एक ने कहा कि मेरा हाल बड़ा ख़राब है, मुसाफिर हूँ, कोई भी नहीं है, गुस्ल करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चले आपको गुस्ल करवाता हूँ हमाम में। इसने कहा कि आपके होटल من گفتم پاکستان. پاکستان. بله. شما بچه ها داری؟ پاکستان آقا هاشمی بود. آقا هاشمی؟ از این لوازم های چیز می آورد پزشکی. کدام شهر؟ کدام شهر؟ کدام شهر؟ بله. این شهر لاهور. شهر لاهور؟ شهر لاهور هاشمی؟ نه من نمی‌دونم. اصلا نه. شما بچه ها داری؟ بچه ها داری؟ چند تا؟ دو تا. یکی مریضه. دو تا. کجایی؟ کجایی؟ بچه ها کجایی؟ من طرف کجا؟ طرف سرخ. جاده سرخ. بله. جاده بین المللی ابریشم. نزدیک کرمان شهر؟ نه از اینجا تا اونجا 20 دقیقه راهه. 20 دقیقه راهه. تماشا تا اونجا خونه ما. خب ये बता همون خانه خراب شده. برو خانه. اینجا خیلی اذیت است. برو خانه. خب دستگاه خراب شده. آب گرم کن. خب آب گرم کن خراب شده. پول هزینه ندارم بگم. خب چند تا پول لازم داری؟ چند تا لازم داری؟ 1 میلیون. 1 میلیون؟ برای چی؟ همین آب گرم کن درست کنم یخچال. خب خدا ثواب میکنه. بیا نگاه کن خودت. خب ببین بچه‌ها که هوای گرم کولر خراب شده. همه جان گرما میخورن. لبنان. لبنان مطعم لبنان است. ये अभी इनको लेकर जा रहा हूँ. ठक ठुक ठक ठुक. خانه که من دارم خب بله. این خانه اتاق زیاد داره. خب شما هر وقت آمدی بیا اونجا با تمام امکانات. تشکر. دست شما درد نکنه. مرسی مرسی جان. مرسی بیا الان جان. مرسی مرسی. خدا
آشنا بشیم بریم بیان. ولی شما خونه نرفتی. برو خونه، اینجا زیاد اذیت است بابا. خب بابا یک همونو که نمیری کثیفی، خود ناراحتی. خب وقتی نزدیکی به زن بچه میکنه. شما بزرگه یا کوچک داری؟ کوچیکه. چند سن عمره؟ یک دختر دارم 14 سالشه 14 ساله. داخل خانه. خب یک دختر دیگه دارم 12 سالشه. پسر ندارم. میکنه دو تا دختره. خب زنم هم همونجور. بعد حالا جهاز میخوام براشو بگیرم پول ندارم. موندم. خیلی سخته برام. خب اینجا نگاه کن تو. خب اینجا گرانی هم زیاده است. پول به ارزشی. یادش ها. این مردم قریب پرستم داری گوش میکنه. بله شما که باشی فرق بله. شما نمک خود خوب. ممنونم. این نصیب شما است. نوش جان. خانه ما اتاق زیاد داره. خب یک اتاق دستت میدم. هر وقت آمدی هر سال آمدی خب کی با 10 نفر کی با 50 نفر. माशाल्लाह। آدم از روی हाँ, बोल रहा है जी कि आप जब भी आ जाएं मेरे पास आए, पूरा कारवां भी आ जाए तो कोई बात नहीं है। मेरे पास उताक है, घर है अपना, बस दर पदर हूँ। थोड़ा सा परेशानियों की वजह से हालात ख़राब हैं यहाँ पर, तकलीफ़ में हूँ। इनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और इनके साथ मैं वॉक भी कर रहा हूँ और इनको मैं ले जा रहा हूँ इनको सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए। माशाल्लाह। कुजाई नस्ती का जलोतर कुजाई। عجله داری؟ जी ना मन आजल ना दारा। الان همین صاحبخانه. خب हाँ صاحبخانه ما हाँ حساب برگشته گفته یا پول این قبضه برق बाले قبضه آب हाँ اینا رو پرداخت کن و همون چیکار کن. چی قطع کردی؟ آب قطع کردی یا برق قطع کردی؟ خود صاحبخانه رفته شیر آب برق قطع کرده فلکه رو. خب و چی خاطر قطع کردی؟ که شما پول نداری؟ به خاطر که یک بار کرایه خانه عقب افتاد. خب که تا او یک برج ندی آب بس نمی کنم. خب بفرمایید. برو بیا آقا. خب ما این از وفای हाँ آقا امام رضا بله خودت که میدونی ما این از وفا قریب الغربا و متاسفانه اینا رحم نمیکنن با هم. خدایا خودمون یک وسیله فراهم کردیم. ما وسیله هستی از جانب خداوند. जो आइसक्रीम इनके हाथ में है, रोज़ाना मैं इस शॉप पर आता हूँ और किसी एक बंदे को मिल्क शेक, खजूर शेक, आम शेक या किसी भी किस्म की आइसक्रीम या ज़ाफ़रानी खीर या कुछ भी लेकर देता हूँ। من قصورم. خب قصور خب بذار زنم شبی که آمدی یک انگشتر فیروزه به من هدیه داد. خب انگشتر فیروزه بزرگ کلی قیمت شد. हाँ حالا من یادگاری نگه داشتم. حالا اگر شما کمکی بکنید
همون انگشترم هدیه میدم به شما. تشکر. خدا دست شما درد نکن. آن دیگه شما کمک داری میکنید که جان وظیفه بس این وظیفه من است. این وظیفه هدیه. نه یعنی هدیه از آقای مرتضی. هدیه. अभी हम पहुंचने वाले हैं माशाल्लाह। ये यहाँ की बड़ी मशहूर सौगात है। ये मेरा बेटा अहमद बड़ी शौक से खाता है। ये मशहद की बड़ी बेहतरीन सौगात है। सिंधी में बड़ो से ॾिसां पर बाबा वॾो खां वधीक वॾो आहे। असली गिह में तैयार थींदो आहे। ॾाढो बेहतरीन ताज़ो गरम गरम वठी मुंहिंजे पुट अहमद रईसी खे वॾो पसंदि आहे माशाल्लाह। इन जे लाइ मां हमेशह वठी ईंदो आहियां। खाई बा मलाला वेंदा आहिनि। ख़बर न पवंदी आहे 2 किलो 3 किलो डब्बा काॾे हलिया विया माशाल्लाह। मन से न मिकुन बुरो हमाम من هر جای رفتم ماشاءالله. اینجا 15 روزه. برو زود برو. شما اشتباه کردی. خب بیا بود اینا گیرانا پول هست نه. پول کجا کردی؟ پول هست نه بایی همام الان بسته. خب باز نیست. این پول فردا بیا یا انشالله. خوبه؟ آره برو. یعنی؟ شماره 96 جایی داری؟ بیا مامانی بگیر.